بزن داستانی رو براتون تعریف کنم. در 24 نوامبر 1971 دیوی کوپر سوار هواپیمایی میشه و نامه‌ای رو به مهماندار اون هواپیما میده که روی اون نامه نوشته من بمب دارم و $200,000 و 4 چتر نجات میخوام. این $200,000 در پول امروز مقایسه با $2,000,000. بعد از اینکه هواپیما فرود میاد در سیاتل مقصد نهایی هواپیما، FBI $200,000 به همراه 4 چتر نجات رو در عوض تمام 36 نفر آدم‌هایی داخل اون هواپیما بودن بهش میده، به ازا 4 نفر از خدمه هواپیما. دیوی کوپر بهشون دستور میده که به سمت مکزیک برن و هواپیما رو در فاصله 10,000 متری تا زمین قرار بدن. در بین این راه دیوی کوپر در پشت هواپیما رو باز میکنه و به پایین میپره با $200,000 پول. وقتی خربان متوجه میشه سریعا فرود میاد و FBI کل هواپیما رو میگرده ولی دیوی کوپر رو پیدا نمیکنن. بزرگترین جستجو در تاریخ آمریکا توسط FBI انجام میشه ولی دیوی کوپر تا به امروز هیچ وقت پیدا نمیشه.